درود دوستان، امروز میخوام به مسئله‌ای بپردازم که تبدیل به یک بحران شده. در نسل جدید شاهد این هستیم که کلمات انگلیسی زیادی استفاده میشه و وقتی کلمات خارجی در زبان ما مورد استفاده قرار میگیره، طرز فکر ما رو عوض میکنه و به اصطلاح سیمپیچ‌های مغز ما دگرگون میشه. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا واژه‌های عربی یا ترکی که وارد زبان فارسی شده مورد پرسش قرار نمیگیره. میشه این رو گفتش که فرهنگ ما، زبان ما در طی چند سال با اون واژه‌ها آمیخته شده و فرهنگی که من داشتم، پدر من داشته، پدر بزرگ من داشته، سهروردی داشته، سعدی داشته، مولانا داشته، فرهنگی بوده که بر همین زبانی که فارسی صحبت میکنیم استوار بوده. میشه درست کرد و واژه ها رو دوباره بازسازی کرد، اما خیلی از واژه هایی که ما داریم استفاده میکنیم اصلا فارسی هست، مثل دین به معنی وجدان، مثل نکته یا نقطه، یا صلیب که معرب شده چلیپا هست، یعنی اون علامت مثبتی که ما بر اثر دیدن یک نور میبینیم، اون علامت به علاوه که برای ما ظاهر میشه. و اینکه علت این بحران میتونه خواننده هایی باشه که برای نوشتن شعر خودشون قافیه ندارن و واژه های انگلیسی رو جایگزین میکنن. یک موردی که میخوام اشاره کنم این هست که میگن در زبان فارسی ق نداره، پس دماغ به معنی مغز که خود مغز هم واژه فارسی هست، یا مرغ یا بغداد، این واژه‌ها از کجا گرفته شده؟ مشخصا از زبان فارسی گرفته شده. ما مهمترین کاری که در حال حاضر باید انجام بدیم این هست که اجازه ندیم واژه‌های انگلیسی مثل سوبر، مثل وایب، مثل شیر کردن به ادبیات ما وارد بشه و فرهنگ و زبانمان رو عوض کنه.